ابراهیم خلیل الله نیست، موسی کلیم الله نیست، اسحاق ذبیح الله نیست، قرآن کلام الله نیست. مردم ایران آگاه باشید، بیدار باشید. نام خداوند الله نیست. فرزندان شریر و شیطانی توی ایران مردم رو هیپنوتیزم کردن، سحر و طلسم و جادو کردن و نام خداوند رو عوض کردن. نام خداوند خالق جهان هستی یهوه است. خدای ابراهیم یهوه بوده، خدای موسی یهوه بوده. اسحاق فرزند ابراهیم برای قربانی رفته و اصلا اسماعیل ذبیح نیست. بهتون دروغ گفتن و 1400 سال سحر و طلسم و جادوتون کردن. افشاگری کهکشانی پستشو در یوتیوب گذاشتم، نگاه کنید با دقت و آگاهیشو در ایران پخش کنید تا همه مردم ایران متوجه بشن. عشق پیروز است، نور پیروز است.